ببین یه لحظه وایسا. چیه؟ چی کار داری؟ ببین پیتزا رو که با همه میتونی بخوری، یکی رو پیدا کن که بتونه باهات گوه بخوره. بیا بریم گوه بخوریم. بیا بریم گوه بخوریم. داری منو میکشی با نگات، اگه میشه دل تو رو نخواد. حالم نکن ولم نکن، من فدای خنده هات. آخه تو که بردی دلو. اون خانومایی که فکر میکنن برای به دست آوردن دل آقایون باید به شکمشون برسن سخت در اشتباهن. توقع آقایون پایین تر از این حرف هست. دیشب کلی مهمون خونمون بود و پسر عموهام هم داشتن از خدمت و دوران سربازی خاطرات تعریف میکردن. یهو عموم برگشت به من گفت چرا تو چیزی تعریف نمیکنی؟ پدرم یه نگاه به من کرد و گفت این خدمتش تو قزوین بوده خجالت میکشه. آقا معلم با عجله وارد کلاس میشه، همین که میخواد بشینه یکی از دانش آموزا میگه آقا معلم اجازه زیپ شلوارت بازه. معلم عصبی میشه میاد میزنه تو گوش پسره میگه از این به بعد بگو در دفتر بازه. روز بعدش معلم وارد کلاس میشه، دانش آموز میبینه دوباره زیپ معلم بازه، میگه آقا معلم اجازه علاوه بر این که در دفتر بازه آقا مدیرم اومده بیرون. یارو اسمش ناصر بوده، شب عروسش میگوزه، از خجالت میگه خدایا منو 100 سال بخوابون تا همه یادشون بره من چیکار کردم. بعد 100 سال ناصر از خواب بیدار میشه، یه سکه برمیداره میره نون بگیره. شاطره بهش میگه این سکه مال زمان ناصر گوزوه، از کجا آوردیش چاقال؟ با نگات حال منو بد میکنی والا والا، بیا دستامو بگیر ببر بالا یالا یالا. یارو ازدواج میکنه، زنش بعد 4 ماه و نیم زایمان میکنه. شوهره از زنش میپرسه ببینم مگه نباید بچه بعد 9 ماه به دنیا بیاد؟ زنه میپرسه تو چند وقت با من ازدواج کردی؟ شوهره میگه 4 ماه و نیم. میگه من چند وقت با تو ازدواج کردم؟ یارو میگه 4 ماه و نیم. زنش میگه بفرما. روی هم میشه 9 ماه. شوهره میخنده و زنشو بغل میکنه میگه ببخشید سر یه حساب کتاب ساده داشتم بهت شک میکردم. نماینده زنا تو مجلس گفته تا این شکاف در بین ماست آقایون بر روی ما سوارن. میگن مجری اخبار ناشنوایان واسه نشون دادن این صحنه اخراج شده. دیشب به بابام گفتم که من 3 ترم مشروط شدم و توضیح دادم این که مشروطی مال مرده و چیزی نشده. بعد بابام یه چیزی نشون داد که فهمیدم اصلا مال مرد یه چیز دیگه است. وقتی بچه بودم با دختر همسایه دکتر بازی میکردم. رفیقم هم میشست یه گوشه با ماشین بازی میکرد. بزرگ که شدیم اون شد دکتر زنا، من شدم مسافرکش. فکر کنم اشتباه شغلی رخ داده. بابام موزیک ویدیوی ساسمانچان رو بهم نشون داده، میگه بیا ببینم اینجا این کیه؟ گفتم خب بابا الکسیس تگزاس دیگه. گفت بابا این زنه رو میشناسم، اون پسره کیه؟ از عجایب زبان فارسی همین بس شه. بچه خوبی هستی با خوب بچه هستی زمین تا آسمون فرق میکنه. تینا میدونی فرق بین آقایون و خانوما تو چیه؟ من چه میدونم بابا تو چیه؟ خب بابا معلومه دیگه تو چیه. آقایون وقتی پولدار میشن شیطون میشن، خانوما وقتی شیطون میشن پولدار میشن. اسکار بهترین پیشبینی هم تعلق میگیره به معلم‌های دبیرستانمون که بهمون میگفتن شماها هیچ گویی نمیشید. یه گوشه از زندگیم هست که هنوز نریدم توش. گذاشتم واسه روز مبادا. آدم باید آینده نگر باشه. هارمانم آخه تو اصلا میدونی لاپایی یعنی چی؟ میگی لاپایی خیلی حال میده. اصلا تا حالا تونستی یه توپو بین 2 تا پای بازیکن بندازی که بگی لاپایی خیلی حال میده؟ اونو نبود. هیچی. فوتبال خیلی خوبه.
الان 2 ساعته تو خونه تنهام، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. همش الکی میگید خونه خالی حال میده ها، حال کو مسخره کرده دادم. 2 ساعته تو خونه هیچ اتفاقی نیفتاده. دختری که از دوست دخترم خوشگل‌تر باشه قطعا دوست دختر بعدیمه. از کلاس اول خواندیم آن مرد آمد، آن مرد با اسب آمد، ما که ترشیدیم ولی مرتکه با خر هم نیامد. یه مرده تو کوپه قطار با یه زن غریبه همسفر بوده. شب که میشه خانم میره تخت بالایی میخوابه، آقای میره تخت پایینی. نصف شب زنه به مرده میگه من خیلی سردم شده، کاش شما بتونی بری از مأمور قطار برام یه پتو بگیری. مرده به زنه میگه بیا امشب فرض کن که من و تو زن و شوهری تا هر دو تامون با هم جمع شیم. زنه که از این پیشنهاد بعدش نیامده بوده میگه من حاضرم. مرده میگه پس پاشو برای خودت پتو بگیر، یه تایم برا من. به نظر من پسر باید 3 تا چیزش همیشه راست باشه. یکی حرفش، یکی راهش، یکی دستش. خیلی مهمه. همه میگن که دخترها خیلی رویا پردازن. گاهی وقتا خودشونو توی لباس عروس تصور میکنن. از من پسرها اتفاقا خیلی رویا پردازترن. فقط رویا پردازی هاشون قابل پخش نیست. چقدر ماشیناش خوشگل و خفنه. امین چانه؟ من دلم شاسی بالم میخواد، چه برم شاسی بالم نمیخری؟ قربونت برم، بابات هنوز مادرتو با پراید 78 مرون بر میبره، بعد تو از من انتظار داری واسه شاسی بالم بخرم؟ بابا از خدا نمیترسی از اتفاق چی؟ راست میگی ها، اصلا همون پراید خیلی خوبه. من به همون پراید هم راضیم. عزیزم ببین آخه حالا که فکر میکنم پرایدم 100 میلیون خیلی جرونه. میخوایم موتور بخریم. نه حالا که فکر میکنم هم دوچرخه خوبه. دوچرخه خوبه. آره عشق تو درده دلو دیوونه کرده تا تهش مواتم. آره این قوله مرده عشقه جذاب دلو میبری تو خواب. یادش بخیر مادر بزرگم این بچه آخری رو که میخواست شیر بده دیگه لباسشو بالا نمیداد، شلوارشو میکشید پایین. سلامتی همه مادر بزرگا. دانشگاه فقط اونجاش که میری تو دشوی دانشگاه زارتی میگوزی، میای بیرون میبینی استادت در حالی که داره با مایه دستاشو میشوره زل زده بهت. سلام علیکم. علیکم سلام بابا. ببین پست جدید گذاشتم. چیه؟ همه مردا عوضیم، فقط بابام خوبه. اتفاقا مامانت همین الان کامنت گذاشته بابات از همه عوضی تره. فوری هنگاره اونا رو من رو نرو من ولی من آرومم زومم